اون تنه درخت خرما و شاخه هاش سمنت، دیواراش هم حصیری. صدام راحت چه بعد از نماز مغرب کل شهر آرام میگرفته. ابوجهل تو تاریکی کوچه های مکه میرفت، یک دفعه صدایی شنید، صدای غیر از صدای زمینی، صدای آسمانی ملکوتی، صدای کلام رب العالمین شنید که از بهترین بندگان خدا صادر میشد، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم. حالا همین روز هم اعلام کرده که چه کسی حرف محمد گوش نده، لا تسمعوا لهذا القرآن. ناخودآگاه صدای تلاوت قرآن رسول الله صلی الله علیه و سلم تو کوچه تاریک مکه شنید، سیخ شد تو زمین، نتونست، چون خودش تنها بود خجالت نکشید. اونجا تو جمع بود که غرورش اجازه نمیداد، ولی اینجا دیگه گوششو اینطوری گذاشت. خوب که گوش داد، تو تاریکی نگاه دوره برش کرد، خودش تنهاست. گفت خودمو سیراب کنم از این کلامی که واقعا معجزه آساست. این کلام محمد نیست. یک دفعه احساس یک نفس گرمی کرد کنار خودش. بعد تو تاریکی نگاه تو صورتش کرد که نفر دومی از بزرگان قریشه. گفت ابوجهل شما؟ سرورم شما؟ گفت شما. گفت شطور دیدی ندیدی؟ 20. دو نفری گوش دادن، مجذوب شدن. مدتی نکشید احساس نفس گرم سومی کردن کنارشون، نگاه تو صورتش کردن. سومین بزرگ قریش آمد ایستاد. چه خبره؟ شطور دیدی ندیدی؟ خودمونیم، گوش بدید چه خونده میشه. بعد از این که تلاوت رو گوش دادن، مجذوب شدن، نزدیک بود دیوانه بشن. این کلام چیه که قاضی دلها میشه، احساس آدم رو عوض میکنه، تولد دوباره به آدم میده؟ این کلام رب العالمینه. بعد که تمام شد، حلقه زدن، 3 نفری به هم دیگه گفتن این آخرین بارتون باشه که اینجا میای. از هم تعهد گرفتن فردا شب این 3 نفر از بزرگان اینجا نیان. گفتن اگر این جوانا ما را ببینن آبرومون میره، دیگه کسی از ما حرف شنوی نداره. ما بهشون گفتیم لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیه. اگر ببینن که خودمون مخفیانه داریم گوش میدیم چی میشه؟ دیگه کسی از ما پیروی نمیکنه. تعهد به هم دادن، از هم جدا شدن. فردا شب سر همون ساعت اولین نفری که عهدشکنی کرد ابوجهل بود. نتونست طاقت بکنه. سر ساعت همانجا ایستاد، شروع کرد به گوش دادن. نگاه کرد خودش تنهاست. از اونها تعهد گرفته که نیان. چند دقیقه بعد دید که نفر دومم عهدشکنی کرد، نفر سومم آمد. شما دیگه آمدید، دست خودشون نیست، چه کنن که چاره دلشون نمیتونن بکنن. دوباره از هم تعهد گرفتن فردا شب سوم نیان. شب سوم دوباره ابوجهل عهدشکنی کرد، آمدن. بعد از این که شب سوم آمدن، تمام شد، ابوجهل سفت و سخت صحبت کرد. گفت برادرای من میدونم که این کلام محمد نیست، این کلام بالاست. من میدونم که این محمد پیغمبر بر حق خداست، اما چه کنم که من بزرگ قریشم، من رئیس قریشم. چرا کلام خدا و نبوت بر یک بچه یتیم فقیر بی پدر و مادر بنی هاشم که عددی نیستن نازل بشه؟ این افتخار نصیب بزرگی چون من و طایفه من نشه؟ من با این کلام و این نبی که میدونم حق مبارزی میکنم. غرور و خودخواهی نگذاشت. چرا بر من نباشه؟ چرا من نبی بر حق نباشم؟ چرا این بچه یتیم؟ ما خیلی منحرف شدیم، خیلی کج رفتیم. یک زمانی در کل ممالک اسلامی فقط 7 جلد قرآن بود. به روایتی 5 جلد قرآن نوشته در عهد حضرت عثمان. یکی فرستادن به مملکت مصر، فقط یک نسخه هدیه از طرف خلیفه به کل اهل مصر که نزد حاکم مصر نگهداری بشه، مردم بهش ارجاع بکنن. یکی در مکه، یکی در مدینه، یکی به شام، یکی به یمن. اما امروز تو هر خانه 30 تا قرآن هست. قرآن قشنگ برای سفره عقد